میخوام ببینیم که یه دونه روباه میتونه از یه سگ فرار کنه. منم اینجا رو باز میذارم ببینم روباه عقلش میرسه از اینجا بره بیرون. خب یه روباه میذاریم. روباه یا سگم که کلن وایسادیم روباه چون سریعه نگاه سگه نمیرسه بهش. آره به عقلش رسید بره خروج بره. روباه چون سریعتر از سگه کشته. پس دیدیم که هر چقدر سریع باشه نمیتونه از دست یه سگ فرار.